میریم که خورشت کنگر درست کنیم، ولی نه اون خورشت کنگر، این خورشت کنگر. با من همراه باش، لایک کن، سابسکرایب کن، اون زنگوله هم بزن، بریم که انجام بدیم. سلام بچه های عزیز، چه خوشگلین و تمیز. امروز میخوایم چی درست کنیم؟ یه کنگر خوشمزه. خب بچه ها، ما پیازمون تفت دادیم ولی بهتون نشون ندادیم. خب پیازمون رو تفت دادیم، گوشت یخ زدمون به همراه دنبه، تا میتونین توی کنگرتون دنبه بریزیم، اضافه کردیم. حالا میذاریم روی شعله گاز. بچه زردچوبامون سوخته. خب بریم ببینیم چیا داریم. خب آب مرغ. این تیکه های مرغ ما نمیریزیم ما، چون گوشته، اصلا مرغ نباید بریزیم. آب مرغ اضافه میکنیم. یا ابوالفضل. بچه ها، کنگر جزو غذاهای خوشمزه هست. صدام گرفت بچه. حتما درست کنین بخوریم، نوش جان کنین. این سیب زمینی البته تو کنگر نمیریزن ها، برای میریزن که مثلا کسایی که چی نمیخورن، کنگر نمیخورن، جزو کسای ایرادگیر هستن، بسته دیگه. خش 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 خش. خب بچه ما باید گازمون عوض کنیم تو زودتر جوش بیاد. خب بعد دیگه همین دیگه میذاریم اینو. وقتی جوش اومد کمکی میدیم بیاریم. خب ما میخوایم جای اینو عوض کنیم. خب ما جاشو عوض کردیم، اونجا واقعا جوش نمیومد. الان هم زیرش زیاد کردیم تا قشنگ بجوشه. یا ابوالفضل، کنگر یخ زدمون آوردیم. بستگی به تعدادتون داره. خب شما اول باید کنگرو رو از قبل بپزین. ما این کارا رو انجام دادیم، فریز کردیم، الان گذاشتیم که برای خودش بقله. باید همینجوری اجازه بدیم که اینا قشنگ یخشون باز شه، برن توی آب گوشت. خب بچه کنگر که درست میکنید حتما دنبش رو زیاد بکنید، چون خیلی خوشمزه میشه. الان که میبینید یخ زدن، باید یکم صبر بدیم که اینا باز بشن و درست بشوند. خب اینم که از کنگرمون به همین شکل میذاریم تا کامل بجوشه. وقتی جوشید دیگه باید بذاریم بپزه دیگه. ولی خب حواستون باشه چون گوشت ریختین، باید بذاریم اول گوشت و دنبتون بپزه، بعدا نمکش کنین. نمک رو هم اول اضافه نکنین، چون آب گوشتمون هم کمه، میتونین آب اضافه کنیم. خب ما آبم اضافه میکنیم. سوختم متسکر بردن. خب ما آب جوش هم اضافه میکنیم. بچه کانالمون دنبال کنید، تو رو هر کی دوست دارین دنبال کنید. بعد ما کلیپ میذاریم، همه داریم تولید محتوا میکنیم، براتون کلیپ پر میکنیم. دوستان عزیز، اینم که کنگرمون. خب حالا سرشون میذاریم برای خودش بقله و جا بیفته. خب یکم صبر میدیم، دوباره کلیپش رو براتون پر میکنم میذارم. حتما آماده‌شو بهتون نشون میدم.
حالا آماده که نه، یکم حالا جا بیفته بخوایم حالا آب لیمو نمک و اینا اضافه کنیم بهتون نشون میدم. خب تا این جوش میاد عمل خودش رو انجام میده. هنوز هیچ کار نکرده. شما کانالمون رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا منم برم به ظرفای کثیفی که ریختیم اونجا برسیم. اینم از کنگرمون. وای خب بذاریم که بوجوشه دیگه. تازه داره قول اولش رو میزنه، یه چوسک قول زد. خوشمزه. خب کانالمون دنبال کنینا، تو رو خدا دنبال کنیم. خب ما خورشت کنگرمون آماده شد. البته خورشت کنگر که نیست، ولی خب ما میگیم خوراک کنگرمون آماده شد به این خوشگلی و گوگلی مگولی. حتما درست کنیم بخوریم. خب نمک و آب لیمو و اینا هم باید اضافه کنیم که ما اضافه کردیم. بعد گذاشتیم شعله ملایم. قشنگ آبش نسبتاً کم شد، خیلی نباید آب داشته باشه. امیدوارم درست کنید، نوش جان کنید، لذت ببرین. بعد اینکه خورشت کنگر یا خوراک کنگرتون با حتما پر از دنبه و گوشت باشه. خب کانالمون هم دنبال کنین. اگر دوست داشتین کامنت بذارین برامون تا کلیپ بعدی